اگه مدت زیادی میخوای یه کاری رو شروع کنی ولی هی دست میکنی و منتظر یه نشونه از طرف خدایی، من همون نشونم. سلام به همگی، خوش اومدین به کانال یوتیوب خودتون. من فاطمه هستم و اینجا دنیای واقعی منه. آقا من چقدر خوشحالم که این اولین ویدیو یوتیوب منه. نگم براتون که چقدر ذوق و هیجان دارم از اینکه اینجا نشستم در این لحظه و دارم براتون ویدیو ضبط میکنم، چون یه کاری رو که مدت‌ها بود می‌خواستم انجامش بدم و بالاخره امروز در این لحظه شروعش کردم. حالا چرا اصلا شروع کردم به ویدیو گرفتن؟ برای اینکه همیشه یه نوری دارم فریاد میزد که این کارو باید انجام بدم و احساس کردم یه سری حرفایی دارم که شاید ارزش این رو داشته باشه که حداقل یک بار شنیده بشه و این بار زندگی از زاویه دید من تعریف بشه. شاید به خیلی‌ها کمک کنه که از اون حال بد و انرژی منفی که دارن در بیان و اگر من بتونم یک کوچولو هم از اون احوالات ناخوش شما رو در بیارم، بنده کارم رو کرده هم و تمام تلاشمو میکنم. اینو واقعا از ته قلبم میگم. دوست دارم وقتی این ویدیو تموم بشه شما حس کنید که زندگی قشنگ‌تره، حتی اگه سخت باشه. خب آقا بگیم اینجا چیکار قراره بکنیم؟ شما بگو چیکار قرار نیست بکنیم. اینجا قراره زندگی واقعی رو ببینیم. قطعا همه ماها زندگیمون پر از اتفاقات جور و جوره. نه ماها آدمای کاملی هستیم و نه زندگیمون بدون ایراده. اینجا قراره خود واقعیمون رو زندگی کنیم. قرار نیست نقش بازی کنیم، قرار نیست همیشه قوی باشیم، قرار نیست جواب همه چی رو بدونیم و قرار نیست همیشه تصمیم درست بگیریم. اینجا قراره زندگی رو همون جوری که هست زیستش کنیم. قراره زیبایی‌هاش رو بیشتر حس کنیم و سختی‌هاش رو راحت‌تر بگذرونیم. زندگی سخته ولی زیباست. خلاصه که قراره حسابی با هم دیگه حرف بزنیم، بخندیم، بازی کنیم، ماجراجویی کنیم، تجربه جدید به دست بیاریم و اهدافمون برسیم و در کنار همدیگه رشد بکنیم و از همه مهمتر زندگی کنیم و ازش لذت ببریم. اگه لازمه اشتباه کنیم، اگه لازمه گریه کنیم، اگه لازمه خسته شیم ولی جا نزنیم. خیلیامون زنده‌ایم ولی زندگی نمی‌کنیم چون خودمون رو گم کردیم. من اینجام تا توی مسیر زندگی تو هم همراهت باشم، به عنوان یه دوست یا شاید هم عضوی از خانواده. در حال حاضر دارم از صفر شروع میکنم و این اولین قدممه و کلی حرف دارم برای گفتن و کار برای انجام دادن. دلم میخواد اینجا توی این شلوغی‌ها و روزمرگی‌ها یه گوشه دنج باشه که اون سپر و شمشیری که در طول روز داریم با خودمون حمل میکنیم رو بذاریم زمین و بگیم آخیش اینجا میشه به چیزی فکر نکرد و آروم بود، اینجا میشه مهربون بود، اینجا میشه زندگی کرد، اینجا میشه عشق داد. دنیا همش هم جنگیدن نیست. در لابلای این درگیری‌ها فرصت‌هایی هست که حس خوب داشت و حس خوب داد. عمیقاً از ته قلبم میگم اگر بدونم با حرفام و حضورم حتی به یه نفر میتونم کمک کنم که حال بهتری داشته باشه و اون اندوهش یه مقدار کمتر بشه، قسم میخورم تا آخر عمرم برای همون یک نفر تولید محتوا بکنم. چون برام مهمه تعداد آدم‌هایی که حال خوب دارن روز به روز بیشتر بشه و اگر این اتفاق توسط من میتونه بیفته، چرا که نه؟ مرسی که تا اینجا ویدیو همراه من بودین. حضورتون برام خیلی ارزشمنده، خیلی بیشتر از چیزی که فکرشو بکنید. اگر این ویدیو قلبتون رو لمس کرد حمایتش کنید و به هم انرژی بدید. خیلی دوستتون دارم. یادتون نره تا ویدیوی بعدی نور باشین و به اطرافتون بتابید. خدا نگهدار. نمیتونم جدی باشم، باید مسخره باشم. خوب داشتم پیش میرفتم. قرار نیست جواب همه چی رو بدونیم و قرار نیست همیشه تصمیم درست بگیریم. مدیونی فکر کنید الان یادم رفت خواستم چی بگم و نه بلد بودم، خواستم مکس تاثیرگذار بکنم. و از همه مهمتر زندگی کنیم و ازش لذت ببریم. اگه لازمه خسته بشیم، اشتباه کنیم. مثل من الان اشتباه کردم. خیلی دوستتون دارم. یادتون نره تا ویدیوی بعدی نور باشین و به اطرافتون بتابید. خدا نگهدار. چه محکم زدم. خداحافظ دیگه، گفتم تموم شد دیگه نمیگم.